أينما كنا أينما الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تبت يدا أبي لهب وتب، ما أغنى عنه ماله وما كسب، سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد. درس پنجم تفسیر سوره المسد. در شأن نزول این سوره حدیثی در صحیح بخاری به روایت ابن عباس رضی الله عنهما می آید. ابن عباس می فرماید وقتی که این آیت نازل شد و انذر عشیرتک الاقربین، یعنی بیم بدی خانواده و فامیل نزدیکت را، رسول الله صلی الله علیه و سلم به کوه صفا بلند شدن. کوه صفا همان کوهی است که ابتدای سعی از اونجا شروع میشه، سعی بین صفا و مروه، و صدا زدن یا صباحاه. کلمه یا صباحا یک زنگ خطر در عرب بود. کسی که به این کلمه صدا میزد مردم متوجه میشدن که کدام خطری است، دشمن حمله میکنه یا خطری دیگری است. مردم قریش فوراً در اطراف رسول الله صلی الله علیه وسلم جمع شدند و رسول الله صلی الله علیه وسلم خطاب به قریش فرمودند اگر شما را خبر بدهم که دشمن از پشت این کوه صبح یا بیگاهی بالای شما حمله میکنه، آیا مرا تصدیق میکنید یا خیر؟ همه گفتند بله، چون دروغ را در تو تجربه نکردید. یعنی رسول الله صلی الله علیه وسلم در میان قریش شخصی امین و صادق معروف بودند. رسول الله صلی الله علیه وسلم برایشان فرمودند پس ما شما را از عذاب سخت و دردناکی که در دم رو دارید پیش روی شما می آید از او می ترسان، یعنی عذابی آخرت. و مقصدشان ای بود که ایمان بیارید و اگر ایمان نیاوردید عذابی سختی متوجه شما است. ابو لهب یکی از عمکهای رسول الله صلی الله علیه وسلم بود و در آغاز دعوت دشمنی را با رسول الله صلی الله علیه وسلم شروع کرده بود و سرسخت دشمن رسول الله صلی الله علیه وسلم بود. این استاد شد، گفت تبا لک لهذا جمعتنا، هلاکت باد بر تو، هلاک شوی تو، به خاطر همین حرفت ما را جمع کردی. در جواب دعای بدی ابو لهب الله تعالی این سوره را نازل فرمود. ترجمه لفظی سوره: بسم الله الرحمن الرحیم. تبت یدا ابی لهب و تب. تبت یدا، هلاک شود هر دو دستی ابو لهب، و تب، و هلاک شد. جمله اول دعایه و جمله دوم خبریه. در مقابل دعای بدی که ابو لهب رسول الله صلی الله علیه وسلم را کرده بود، الله دعای بد بالای ابو لهب میکنه، یعنی هلاک شود هر دو دستی ابو لهب، یعنی ابو لهب تباه شود. و حقیقتا ابو لهب تباه شد. الله خبر میدهد که ابو لهب تباه شد، یعنی ابو لهب از جمله کسانی است که داخل آتش جهنم میشه، دیگر ایمان نصیبش نیست. این الله خبر میدهد این سوره. یا این که هر دو جمله دعایه بعضیا معنا کردن تبت یدا ابی لهب، هلاک باد یا هلاک شود هر دو دستی ابو لهب، و هلاک شود ابو لهب. ابو لهب هلاک شود. هر دو دستی ابو لهب اینجا ذکر کرده، خاطری که بعضی روایات می روایاتی تاریخی که ابو لهب سنگ را گرفت بالای رسول الله صلی الله علیه وسلم میخواست پرتاب کنه که دستایش خوش شد و این عذاب در دنیا دید و اما در آخرت
هلاک شده که داخل آتش جهنم میشه. ما اغنا عنه ماله و ما کسب. شاید در ذهن یک اشکالی وارد شود که ابولهب شخصی ساده نبود. چطوری تباه میشه در حالی که صاحب مال، زندگی، فرزند، قوم، قبیله و از بلندترین مردم عرب در نسب بود؟ نمیشه که این مال و زندگی و فرزند و قوم و قبیله و جا و مقام سبب شود که ایره از هلاکت نجات بدهد. الله تعالی میفرماد ما اغنى عنه ماله و ما کسب. ما نافیه فایده و سودی نرسان بر از این مالش و همچنان و ما کسب فرزندش. مراد از و ما کسب فرزندش. یا اینکه مای استفهامیه چی سودی رسان مال و فرزندش، یعنی استفهام اینکاری هیچ سودی نرسان برش. یا مراد از و ما کسب جاه و مقام، یعنی جاه و مقامی که داشت او هم برش سودی نرسان. یا و ما کسب بعضی اعمالی نیکی را که انجام داده و گمان داشت که این سببی نجاتی میشود و او در دنیا و در آخرت سببی نجاتش نشد. در دنیا مال و زندگی و جاه و مقامش سببی نجات به این طور نشد که قول از ابن مسعود رضی الله عنه نقل است که ابولهب گفته بود اگر این پیامبر حق باشد مال و زندگی و فرزند خودم مصرف میکنم به تایید دعوتی از این و ایمان میارم. چون به این قولش صادق نبود، اخلاص نداشت، این مال و زندگی و فرزند فایده اش نرساند، سبب نشد که ایمان بیاره و همچنان در آخرت برش سودی نداره. و الله تعالی خبر داده که ای از اهل دوزخ است، آتش جهنم داخل میشه و نمیتوانه از آتش جهنم خود را به مال و زندگی و سرمایه و قوت خود خلاص کند. چون الله خبر میده واتقوا یوما لا تجزی نفس عن نفس شیئا ولا يقبل منها شفاعه ولا يؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون. آتش جهنم تو آتش است که در اونجا تو نمیشه کسی دیگر را به دل خود دنیا و نظامای دنیا کسی قوت داشته باشه جرمی را انجام بده به جای خود یک کسی دیگر را در لیست میته که جرم ای انجام داده، خلاص او بیچاره جزای جرمی از ای میبینه. یا اینکه قوت داره، سلطه داره، قوم داره، مردم استاد میشه حمایتش میکنه. این چیز در دنیا در آخرت نیست. پیش الله تعالی همه ساکتن، خاموشن، هیچ آوازی در محضر پروردگار بلند نمیشه و خشعت الاصوات، همه آوازها پست میشه و هیچ قدرتی در مقابل پروردگار استاد شده نمیتونه. لمن الملک اليوم لله الواحد القهار. همه ملوک، همه جبابیری که در دنیا بودن اینا همه خاموش میشن، کسی آواز بلند کرده نمیتونه که من پادشاه هستم، من صاحب قدرت هستم. پس در اونجا نه قدرت است نه در سلطه است، هیچ چیزی نیست که حمایتی از ایره بکنه. خدا از این طریق نمیتونه خلاص کنه از آتش جهنم. سیصلا نارا ذات لهب. تبایی ابولهب به چی است؟ با آتش داخل شدن آتش جهنم. الله خبر میده به یقین سیصلا زود است که داخل میشه آتش جهنم را. چی تو آتش جهنم؟ ذات لهب، صاحب شعله است، آتشی که نهایت گرم است، آتش بسیار قدرتمند، آتش قوی سوزنده. و امرأته حمالة الحطب. و همچنان داخل میشه زن ابولهب در آتش جهنم. زن ابولهب و امرأته عطفی به ضمیر سیصلا. زن ابولهب ام جمیل، اسم کنیش اسم ام جمیل بود و نامش اروی بنت حرب، خواهر ابو سفیان بود. یکی از زنهایی بود که بسیار دشمنی سرسخت رسول الله صلی الله علیه وسلم بود و جرمی زن چی بودن
چه نوع دشمنی با رسول الله صلی الله علیه وسلم داشته. آیت اشاره میکنه حمالة الحطب فی جیدها حبل من مسد. جرم زن ای بود که میرفت به ذریعه تناب در گردن خود میانداخت، میرفت هیزم می آورد، خاشاک، خار، چوبه های خاردار ای را آورده در راه رسول الله صلی الله علیه وسلم هموار میکرد تا اینکه به این ذریعه رسول الله را اذیت برساند. آیت اشاره میکنه که حمالة الحطب، جرمی زنی بود که ای در آتش جهنم داخل میشه در حالی که در دنیا بردارنده هیزم بود. یا اینکه حمالتو به ضم هم قرائت شده، صفت زن ای بود که بردارنده هیزم بود. یا مراد از حماله یعنی نمامه و سخنشین بود زن. عیبجویی رسول الله صلی الله علیه وسلم میکرد، به فقر رسول الله را طعنه میزد، تنگ دستی. یا اینکه سخنچینی در میان قریش داشت، عداوت و دشمنی را در میانشان میآورد. البته معنای اول راجح است، یعنی زن صفتش ای بود که هیزم میورداشت، خارها و خاشاک اینها را میورداشت، آورده در راه رسول الله هموار میکرد تا اینکه به این وسیله اذیت برسند. امرأتو داخل میشه زن ابو لهب و در حالی که بردارنده هیزم بود و خاشاک در دنیا و فی جیدها در گردن زن حبل رسمان بود. رسمان بود یا رسمان می باشه در آخرت. با این رسمان از چی است؟ می مسد، از درختی مسد بود. گفته شده درختی مسد یکی از درختایی بوده در یمن که از او رسمان محکم می ساختن. یا این که مسد ابو پوست خرما را میگه، پوست خرما یا اینکه از خود شاخهای خرما تنابی بسیار محکم و خشین می ساختن. ایزن امو تنابا گرفته رفته خار و خاشاک جمع کرده در او بسته می آورد و رسول الله را اذیت می رسوند. و به امی عکس العمل و امی عمل زشتی را که در دنیا انجام میداد در آخرت هم به امی عذاب داده میشه. همراه از این که در آتش جهنم داخل میشه عذاب میبیند، عذاب اضافی در پشتش میبینه که خارها و خاشاکی جهنم در پشتی از این گذاشته میشه و به او عذاب میبینه. و همچنان در گردنی از این طوق آهنی انداخته میشه که به او به وسیله از او عذاب داده میشه. یا اینکه تناب محکمی را در تناب محکمی بسته میشه، از قعر جهنم بالا برده میشه و با پس در قعر جهنم انداخته میشه. یعنی امو اعمال زشتی که در دنیا انجام میداد با امو اعمال زشت او آخرت هم عذاب داده میشه. از این سوره چند مسائل عقیدتی دانسته میشه. یک، تعامل با کافر فرق میکنه. عکس العملی بعد در مقابل همون کافری است که اذیت میرسانه، کافر حربی است، میکشد و به قولش به فعلش اذیت میرسانه. و اینجا میبینیم که همه کفار اطراف رسول الله صلی الله علیه وسلم جمع شدن. آن عکس العمل و دعای بد بالای همون کافری شده که عکس العملی بد داشت. ابو لهب حرف زشت گفت، دعای بد کرد. زن ابو لهب اعمال بد داشت، اذیت میرسان، به او خاطر دعای بد بالای ابو لهب شده و زن ابو لهب هم به آتش جهنم در دنیا خبر داده شده که داخل آتش جهنم میشه. و همه کفاری که در اونجا وجود داشت بر حق از اونا دعای بد نشده، یعنی کفاری که در اطراف رسول الله صلی الله علیه وسلم جمع شدن و ایمان هم نیاوردن در ابتدا و حتی بعضیاشان بی ایمان از دنیا رفتن و بعضیای دیگرش ایمان آوردن، بالای همه از اونها دعای بد نشد. از این سوره اثبات تقدیر دانسته میشه که ابو لهب در تقدیرش ایمان نوشته نبوده و نوشته بوده که از اهل دوزخ است. او خاطر در دنیا ایمان نیاورد و به حالت کفر از دنیا رفت و در جهنم داخل میشه و اونجا در جهنم میسوزد. میده تقدیرش جهنم نوشته بوده.
و همچنان از این سوره رد است بالای طبقه جبریه که انسان مجبوری محض میدانه، در حالی که اینجا مجبوریت نیست. ابو لهب به اختیارش دعای بد کرد، با رسول الله دشمنی میکرد و همچنان همسرش به اختیارش رفته هیزم می آورد و رسول الله صلی الله علیه وسلم به او طریقه اذیت می رساند. این اعمال در اختیارش بود و با امی اعمال بدش سبب و امی اعمال بد سبب شد که داخل آتش جهنم میشه و این جبران در آتش جهنم نمی رود. و همچنان جبران این اعمال انجام نداده. اگه جبران میشد خب باز مؤاخذه نمیشد انسان. باز حقیقتا انسان اگر مؤاخذه شد به اعمال جبری باز نوع ظلم است و مخاطر جبریه از طبقه است که نعوذ بالله الله تعالی را به این عقیده مزخرفشان متهم به ظلم میکنه. همچنان این سوره اثباتی نبوت و یکی از معجزه های بزرگ رسول الله صلی الله علیه وسلم بیان میکنه که رسول الله صلی الله علیه وسلم خبر دادن ابو لهب تباه شده و داخل جهنم میشه. ابو لهب تا آخر ایمان نیاورد و در حالت کفر از دنیا رفت و در جهنم و در آخرت در جهنم میسوزد. همچنان سورت اشاره میکنه که سبب نجات انسان ایمان و اعمال صالح است. نه مال، نه قوم، نه دارایی، نه زندگی، نه منصب، هیچ یک از اینها اسباب نجات نیست. و الا ابو لهب یکی از بلندترین اشخاصی بود که به اعتبار نسب در قریش نسبی بسیار بلند داشت، قوم داشت، قبیله داشت، مال و زندگی داشت، فرزندا داشت. هیچ یک از و نزدیکترین شخص به رسول الله صلی الله علیه وسلم بود و هیچ یک از سبب نجاتش نگردید. صلی الله وسلم علی نبینا محمد والحمد لله رب العالمین.